سیستم بعدی که میخوایم در رابطه باهاش صحبت کنیم منآپه. تو این سیستم بازیکنی که تو منطقه 6 حرکت میکنه خودش رو به خط 1/3 میرسونه و تو عرض زمین شروع میکنه به حرکت. هر جا که توپ اونجا بود این بازیکن اون رو دنبال میکنه. به سمت منطقه 4 رفت رو خط 1/3 حرکت میکنه. اگه به سمت منطقه 2 رفت دوباره حرکت میکنه خودش رو به پشت دفاع میرسونه. حالا چون اسمش منآپه دلیل نمیشه حتما بازیکن منطقه 6 این کار رو انجام بده. شما میتونید از بازیکن منطقه 1 هم بخواید تا خودش رو بیاره به پشت دفاع رو خط 1/3 و تو عرض زمین حرکت کنه همراه با توپ که معمولاً از بازیکن پاسور استفاده میکنن و یا بازیکنی که قرار نیست تو حملات برگشتی شرکت بکنه. حالا اگه پاس به سمت منطقه 4 حریف بره دقیقاً یه آرایش دفاعی تو منطقه 2 داریم. میبینید بازیکنی که حالا تو منطقه 6 یا تو 1 بوده حرکت کرده خودش رو خط 1/3 رسونده. بازیکنی که تو دفاع بوده تو منطقه 4 آف شده اومده بیرون و بازیکنی که تو 1 و 5 بوده و یا تو 6 و 5 بوده در منطقه 1 و 5 نشستن برای توپگیری و در ویدیو بعدی در رابطه با معایب و مزایای این سیستم صحبت می‌کنیم. حالا میخوایم در رابطه با مزیت سیستم دفاعی منآپ صحبت کنیم. بازیکنی که رو خط 1/3 آماده است برای گرفتن جاخالی میتونه خیلی از جاخالی‌های پاسور رو بگیره. این خودش یه مزیته. این بازیکن میتونه خیلی از جاخالی‌های تیم حریف رو بگیره. این یه مزیت دیگه است. زمانی که پاسور تو ردیف عقبه این بازیکن میتونه پاسور باشه و اگه خودش توپگیر نباشه و توپگیری ها رو این دوتا بازیکن و یا این بازیکن انجام داده باشن به خوبی میتونه سریع بیاد و حملات برگشتی رو سازماندهی کنه. این یکی از مزیت‌های دیگه این سیستمه. و یه مزیت دیگهش اینه که این دوتا دفاع رو میبینید، دفاع عقب زمینمون، این دوتا توپگیرهامون، این دوتا خیلی حرکت خیلی زیادی ندارن، سریع آمادن تا یه ریاکشن سریع انجام بدن و توپگیری رو انجام بدن. پس اینم میتونه یه مزیت باشه. تو ویدیو بعدی در رابطه با معایب این سیستم صحبت میکنم. الان میخوایم در رابطه با معایب سیستم دفاعی منآپ صحبت کنیم. خب این سیستم هم مثل سیستم روتیشن میتونه ضعف‌های خودش رو داشته باشه.
یکی از ضعفاش اینه که دوباره تو مرکز زمین خیلی فضای مناسبیه برای تیم حریف و فضای ضعیفیه برای تیم ما که تو این سیستم الان ما اینجا رو ضعف داریم برای توپگیری که این خیلی مهمه. نکته بعدی این که ما 2 توپگیر عقب زمینمون داریم برای توپگیری، یعنی اگه توپ سختی به سمت ما میاد ما فقط 2 توپگیر داریم و خب این 2 توپگیر باید فضای بیشتری رو پوشش بدن، پس اینم میتونه جزء معایب این سیستم باشه. نکته بعدی این که پاسور ممکنه که جاخالی‌های زیادی رو توپگیری بکنه، پس اگه این بازیکن جاخالی‌های زیادی رو بخواد توپگیری کنه پس تو عقب زمین ما معمولا بازیکن غیر پاسور باید اون توپ رو پاس بده، پس کار برای دفاع تیم حریف راحت‌تر میتونه باشه. و یکی از معایب دیگه این سیستم اینه که این بازیکنی که رو خط 1/3 مرتب باید در حال حرکت باشه و این باعث خستگی این بازیکن میشه، باعث میشه که سیستم عصبی خسته بشه، از لحاظ جسمانی این بازیکن خسته بشه و یکم کارش سخت میشه دیگه. این معایب این سیستمه که شما باید اون رو در نظر بگیرید قبل اینکه بخواید این سیستم رو اجرا بکنید. حالا میخوایم در رابطه با کلید موفقیت توی سیستم دفاعی منعاب صحبت کنیم که باید چیکار کنیم توی این سیستم موفق باشیم. این 2 تا توپگیرمون رو باید خیلی خوب تربیت بکنیم. چشمشون رو، سرعت عکس العملشون رو باید تقویت بکنیم، آمادهشون کنیم برای توپ‌های سخت بتونن توپگیری انجام بدن، یعنی بتونن مواجه بشن با توپ‌های سخت. این دفاع وسط من حتما باید وسط زمین رو ببنده، تو مرکز زمین رو باید دفاع بکنه، نباید بذاره از بین دفاعشون توپ رد بشه، پس باید این کار رو انجام بدیم. بازیکنی که قراره تو شیشه جلو باشه سریع باید حرکت بکنه و خودش رو خط 1/3 برسونه. شیشه جلومون باید بتونه حرکت پاسور و اسپکرها رو باید بازیخوانی کنه. آیا پاسور میخواد جا بندازه؟ آیا پاسور میخواد به 4 پاس بده یا به 2 پاس بده که سریع بتونه حرکت کنه و خودش رو به پشت دفاع برسونه تا بتونه اون توپا رو اگه جا خالی انداختن بگیره. بازیکنی که در دفاع شرکت نکرده سریع بتونه آرایش توپگیری بگیره، سریع بیاد آرایش توپگیری بگیره و پس از اینکه تیمشون توپگیری انجام داد یا خودش انجام داد سریع منتقل بشه و از منطقه 4 حمله بکنه یا از منطقه 2 حمله بکنه. پس اگه این نکته ها رو رعایت بکنید میتونید تو سیستم منعاب موفق